آیا استاده ادرار کردن جایز است یعنی؟ این مسئله را باید داشته باشیم که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم تمام آداب زندگی را به ما تشریح کرده. الحمدلله یگانه دین مقدس اسلام هست که یک سوال هم به جواب نمانده. جوابگوی تمام مشکلات انسانیت هست. تمام مشکلات انسانیت هست. بعض مردم میگن صدا میکشن والا انسانیت مهم است، اسلام نه. انسانیت در اسلام هست. اسلام نباشه او انسانیت نیست، او حیوانیت است. انسانیت در اسلام هست. چرا؟ بخاطر که خالق ما الله هست یا نیست؟ انسانیت ما زمان کامل میشه که به مقتضا و به امر و به فرمان و به حکم ازمی خالق ما پیش بریم. چیزی که او میخواه که تو چی گونه باشی. و این پیامبران را که روان کرده از خاطر چی؟ که تربیه بده برای امت، برای انسان ها انسانیت را کامل بکنه. به خاطر تکمیل انسانیت تمام آداب کدام حرکت و سکنات ما اگر خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد او را ما انسانیت گفته نمیتانیم. او را ما کمال گفته نمیتانیم. او را پیشرفت گفته نمیتانیم. پیشرفت در چیز؟ در اتباع رسول صلی الله علیه و سلم. امروز که مسلمان روز به دیگه ذلیل شده رفته و ذلیل شده میره و غلام شده میره و با این مشکلات روبرو هستیم. نتیجه چیست؟ ترک طریقه و روش پیامبر خود صلی الله علیه و سلم. صحابه تعدادشان بسیار کم به کل دنیا بادشاهی میکردن، کافر ازش در لرزه بودن، میترسیدن. چرا؟ ذره هم یک ثانیه آمده نبودن که راه و روش و طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک بکنن. غیرت بود، الله کمک الله بود. کافر هم در لرزه بود، میترسید. امروز مسلمان کوشش میکنه که شکل و صورت و رواج و کار و بار خدا مثل کافر بکنه. شکلش مثل کافر باشه، لباسش مثل کافر و اروپایی و غربی باشه. مسلمان دمی فکر است. مویایش مثل غربیا باشه، ریشش مثل ازموا باشه. این مسلمان کامیاب میشه. این مسلمان او کافری که غیرت داره. امو کارایی که فرعون و ابو جهل و امو کلانایشان کرده، کافر امروز امورا تقلید میکنه و امورا در راه و روش یزوم میره. خب مسلمان موتو غیرت نیست، کوشش میکنه که چگونه ما مثل کافر باشم، شکل و صورت ما مثل کی باشه؟ کافر باشه. بی غیرتی نیست. الله فکر و احساس و غیرت ما نصیب بگرداند. گفتم الحمدلله یک جزء هم از زندگی ما اینطور نیست که راهنمایی پیامبر خود ما دو نداشته باشیم صلی الله علیه و سلم. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم دا ادرار کردن به ما راهنمایی کرده که نشسته باید ادرار شود. نشسته سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ترمذی شریف از عمر رضی الله تعالی عنہ میگه رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بلت قائما. مرا دید که من استادکایی چی میکردم؟ ابول قائما، استادکایی ادرار میکردم. با ما گفت که ای عمر استادکایی ادرار نکو. میگه فما بلت بعد از تا امروز ما دیگه استادکایی ادرار نکردیم. علی مسلمان ما دی فکر نمیکنه ای پتلونه که می پوشه دیگه مجبور است استادکایی ادرار کنه. چی کنه؟ چی بکنه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم یک جا ثابت است که بالا قائما استادکایی ادرار کرده. خود روی عذر، تکلیف کمر داشت، مشکل داشت. فقهای ما میگن کس اگر عذر داشت، مشکل داشت، مریض بود، ششته نمیتانست، یک مشکل دیگه داشت، دکتر میگه که عملیات شده، هر مشکلی که باشه عذر باشه، برای ازو جایز هست. علی نان به دست راست میخوریم یا به دست چپ؟ به دست راست. اگر دست راست ما مشکل باشه به دست چپ خورده میتونیم یا نمیتونیم؟ میتونیم، هیچ مشکل نداره.
عین شکل در شریعت تو نیست که هر شکلی که میشه می رقم بکنی. در وقت عذر جایز است که استادکایی کس ادرار بکنه، خو اما بدون عذر و هم احتیاط بکنه که قطره نپره. بسیار وعید آمده دی استنزهوا من البول. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم می فرماید از ادرار خود نگاه کنین، فإن عامة عذاب القبر منه. عذاب قبر از می ادرار یزی خود نگاه نمیکنه. کسایی که یزی خود نگاه نمیکنه کالایش دیگه چتل میشه، عذاب قبر از زمین ناحیه عذاب قبر میبینه. پس بناءً در وقت عذر جایز است که استادکایی کسی ادرار بکنه، خب بدون عذر جایز نیست. باید طریقه و سنت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم است که نشسته ادرار بکنه، نشسته نه